واقعا تصمیم آسان نیست یک حزب اسلامی پشتیبانی از یک خانم کند. تصمیم ساده نیست. در سطح منطقه، در سطح کشور، در جهان نمیدونم چنین حادثه شده است یا نه، ولی حداقل در جامعه سنتی ما، کنسرواتیو ما این کار آسان نیست. ولی این تصمیم گرفته شد. باز هم تکرار میکنم بر اساس اون اصل ما که شورا هست، بعداً تصمیم رهبریت و توکل به خدا. ما این تصمیم رو آگاهانه گرفتیم، دانسته گرفتیم و میدونیم چیکار کرده ایستادیم. بعضی دوستانی که به چند سوال جواب نمیدهند میگیم که خب بعد از نامزد چی، بعد از انتخابات چی، میگن حالا این مرحله رو بگذاریم بعد میبینیم چی. ما میگیم برادر عزیز، یک قاعده عمومی هست. اگر نمیدانی که چی کار میکنی، از پس کسی بیرو که میداند چی کار میکند. ما میخوایم که در تاجیکستان آزادی، برابری و عدالت باشد. ما میخوایم که در تاجیکستان همه شهروندان این کشور خود را صاحب این وطن حس کنند. ما نمیخواهیم که یک گروه برایشان زندگی کردن، از تمام امتیازهای این وطن استفاده بردن، بیزنسی آزاد کردن، رفتهای آزاد کردن داشته باشند. باقی مانده برای این کارها را انجام دادن باید از کسی اجازت بگیرن، نه از قانون. قانون به همه این اجازت داده است، ولی باید از یک نفر دیگر یا از گروه برای این کارهای قانونی اجازت بگیرن. ما این رو نمیخواهیم. ما میخواهیم در این دوره گذشته از افطاریتاریسم که واقعا با تمام معنی کلمه تاجیکستان متاسفانه وارد یک نظام افطاریتاری شده است، یک دوره گذشته رو پس سر کنیم، بگذاریم به یک کشور واقعا دموکراتیک که مردمش آزاد باشد، انتخاباتش شفاف باشد، یگان منصب دولتی میراثی و دراز مدت برای هیچ کس نباشد، مردم پارلمانش رو آزاد نمایندگان خود رو انتخاب کند، سوریه ها رو انتخاب کند، رئیس شهر و ناحیه رو انتخاب کند، از روی شایسته سالاری و قدرت و توانمندی فردی، نه اینکه گروهی، حزبی یا جای تولد. و مردم بدانند که پرزیدنت، وکیل، سروزیر، تمام وزیرها خادم مردم هستند، در خدمت مردم هستند. برای 10 سال، برای 6 سال، برای 4 سال اجاره گرفته شدن از طرف مردم. کسانی که میگویند که زن باید رهبر دولت نباشد، در همون وقت است که اگر ولایت کبرا باشد، یعنی زن در یک جامعه اسلامی، در یک کشور اسلامی اصل میانه می شود که در وی خلیفه یا امیر هم حاکم بود، هم سروزیر بود، هم قانونگذار بود، هم سود عالی بود. وقتی که تمام این قدرت دست یک نفر باشد، هم رهبر دینی بود، باید نمازهای جمعه را پیش گذارد، هم اینا دست یک نفر باشد، در چنین شرایط زن موافق شریعت حق ندارد که رهبری مطلق انتخاب شود. خب اینا مشاهده گفتیم، باز میگویم که دلیل قطعی ثبوت و قطعی دلاله، آیتی که دلالت واضح داشته باشه که زن حق ندارد رهبر شود، حدیث صحیحی که دلالت کند که زن رهبری به حق ندارد وارد شدگی نیست. یه حکایه شده است در مورد پیغمبر خدا یکی گفتن، علما همه این دلیل ها به جواب دادن. خلاصه الکلام، در جامعه که پرزیدنت از حکومت قانونگذار جدا هست، حکومت سود جدا هست، پرزیدنت جدا هست، با خصوصا طبق کنسپسی که ما پیشنهاد کردیم باید پرزیدنت از صلاحیت رئیس حکومت بودن باید دست بکشد، زن حق دارد سردار دولت شود. هر کسی را راهبر مونیم بعد 10 سال وی فاسد می شود. آب بهترین نعمت است، نمیتونیم به این زندگی کنیم. بسیار اسلام بوی میگیرن دیگه نوشیدهش نمیشه.
اگر نفری فکر کند که از این چیز من خیلی خرسندم، خطاگی سخت میکند. باور کنید، نه اینکه از طرف یک گروهی برادرای نهضت اسلامی من امروز شنیدم، از طرف پیوندانم، از طرف دوستانم که تو یک دموکرات چی با اسلامیستو نزدیک شده و نماینده آنها شده. برای من باور کنید این چیزی عادی نیست. من پیش از من مسئولیتی بسیاری سخت رو به دوش خود گرفتم و همه این شخصانی که اینجا نشستن در همون گروه کاری اینیت بودن، شاهد بودن که من تا روز نهم خواهش کردم که عموما در مسئله نامزدی من سخن نگویند. 20 سال هست هر قرار و قانونایی که این حکومت قبول میکند من آواز بلند میکنم. ببینید که این دو قانونی که قبول کرده شد در مسئله تنظیم و مسجدها اجازت ندادن جوانان، چرا قاضیات آواز بلند نکرد؟ چرا امام خطیب ها بلند آواز نکردند؟ همین زنی سردوچ آواز بلند کرد. و چرا درباره سطر زنها این جنابانی که امروز خود را اسلامی میگویند حتی امروز برای آنها معاش تعیین کرده شده است؟ این عموما در تاریخ یک چیزی عجیب است که اینها کارکنی دولتی من حساب میکنم و اینو من در بسیار گزیت‌های غیر دولتی نوشتم که اینها باید نماینده مردم باشند. اینها باید همون نماینده اونهایی که مثلا خیلی به اسلام نزدیکن، اسلام رو پرورش میکنن، شکل زندگی آنهاست، این را بگویند. اما امروز و حتی این چیزها را با سرزنی آنها پیش گرفتند. میخوام قیاس بکنید که کی مسلمان‌تر است. میبخشید دیگر چیزی که برای چی من راضی شدم، باور کنید برای من بسیار، من میدونم این چی است، چون که من قریب 40 سال در این مبارزه ها هستم. 40 سال راستی گفت من برای خود زندگی نکردم. در فکر و عقیده من منصب نیست و امروز هم همین است. این منصبی که حاضر شما مرا پیشنهاد کرده است این یک چیزی عجیب است، در تاریخ خیلی نشده است. یکم این که باید من برنامه داشته باشم. من برنامه ندارم. همون برنامه‌ای که مردم پیشنهاد کرد و همین اینید و مردم گفت که ما همه چیزها میخواهیم. و مردم قریب 1 ماه پیشنهاد کرد فکر و عقیده های خود را بگوید و مردم فکر و عقیده های خود را پیشنهاد کرد و از همین جهت یک چیزی که همون عقیده مردم است همون است و من اگر پیروز شوم من همون یعنی که سفارش شما را اجرا میکنم، از این زیاد نه. کسی طرفدار آن است که قرار انجمن در همون وریانتی که خوانده شد قبول کرده شود، خواهش میکنم واسه طرفدار. تشکر. زید کمیسیون حساب و حضور حساب کنید. زید بلندتر بردارید. خب تشکر. به طرف نیست. یک نفر به طرف. تشکر جدا می‌کنید. قرار قبول شد. برادران عزیز، دیگر وقت شما را طولانی نمیگیریم. مسئله‌های رسمی انجام شدند. انجمن قرارهای لازمی را قبول کرد.